هنگام سکرات رسول الله محمد رسول الله سید الاولین والآخرین، در حالی که او امام الاتقیا بود، صوفی صاحب، حاجی صاحب، ملا صاحب، مولانا صاحب، آی متهجد که تهجد میخوانید، آی آن کسی که شب روز در عبادت مصروف هستی، از رسول الله تقوای ما بیشتر نیست. امام الاتقیا سید الاولین والآخرین. حضرت فاطمه بر بالین رسول الله میگوید وا کرب ابا، وا کرب ابا. وقتی که رسول الله را میبینن که در او حالت است، ای وای بر پدرم، این چه مصیبتی است که بر بالایش آمده است، چه غم و مصیبت و سختی است که بر بالای پدرم آمده است. رسول الله برایش میگوید لیس علی ابیک کرب بعد اليوم، بر بالای پدرت بعد از امروز دیگه غمی نیست. بعد از امروز فاطمه دخترم، بر بالای پدرت دیگر غمی نیست. رسول الله دست مبارک خود را داخل ظرفی می کند و دست مبارک را تر کرده و بر پیشانی خود می مالد. دستهای خود تر می کند، در داخل ظرف می برد و پیشانی خود می مالد. می گوید لا اله الا الله، لا اله الا الله، ان للموت لسکرات. رسول الله می گوید دستهای خود تر می کند و پیشانی خود می مالد. می گوید لا اله الا الله، ان للموت لسکرات، لا اله الا الله. یقینا که برای مرگ سختی هایی است. در همین حالت چنین میگوید. همچنان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه هنگام مرگ میگفت و جاءت سکرة الموت، و جاءت سکرة الموت، و جاءت سکرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحید. حالت سختی و جان کندن و سکرات مرگ به حقیقت فرا رسید. این همان چیزی است که از آن میگریختی و فرار میکردید. هنگام مرگ عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، هنگام سکرات مرگ عمر فاروق رضی الله تعالی عنه، حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه سر مبارک حضرت عمر فاروق را در بغل گرفته است. دیده این بعضیا میگوین همین مرده ما با آبرو دفن شود، بعد کوشش میکنن که بر بالای تابوتش چیزای خوب بیاندازند، بعد کوشش میکنن بر بالای قبرش سنگکاری بکنن، سنگهای مرمر اتاقی جور بکنند. هیچ کدام اینها او را از عذاب رب العالمین نجات نمیدهد. سر مبارک حضرت عمر فاروق الامه در بغل فرزندش عبدالله بن عمر است. عمر میگوید زع خطی بالارض لا ام لک، سر مرا بر روی زمین بمان، بان که رویم خاک آلود بشود. و در روایتی آمده است که اگر الله مرا ببیند شاید در این حالت مرا ببخشد و بر من رحم بکند. وقتی که ببیند که روی عمر فاروق الامت بر بالای خاک افتاده است، به فرزندش میگوید بان روی مرا که خاک آلود بشود. عزیزان من الان برای شما میگویم وصیت کنین، بگوین قبر مرا سنگکاری نکنین، بگوین قبر مرا سنگکاری نکنین، وصیت کنین، بگوین قبر مرا عادی بمانین، بسیار عادی، فقط خاک را بیاندازین بر بالای من. اگر گفتن قبر تو شاید گم شود، بگو خیر است گم شود و فقط نزد رب العالمین نجات پیدا بکنم. این مهم نیست که قبر تو گم شد و کسی به زیارتت نیامد، اینا مهم نیست. خوب است کسی به زیارت شما بیاید، خوب است کسی برای شما دعا بکند، خوب است که قبر شما دیده شود و معلوم باشد، نمیگویم. اما چرا باید به این چیزها مصرف بکنیم؟ اینها نجات نمیدهد عزیزان من. و گاهی حضرت عمر یک آیت را میخواند، چنان ترس و خوف بر عمر فاروق الامه غلبه میکرد که میافتاد به زمین، به خانه میبردن او را. بعد مردم به عیادت حضرت عمر میرفتن، فکر میکردن که حضرت عمر مریض شده است. یک آیت در او انقلاب میارد. ای بنده های خدا،
از ابتدای کلام رب العالمین را تا آخر میشنویم. در ماه مبارک رمضان اندکترین تغییر در بعضی ها نمی آید. هنوز هم میگویند که امی قاری صاحب اگر زودتر بخواند خوبتر خواهد بود. حضرت عثمان وقتی که بر قبر حاضر میشد شروع میکردند به گریه کردن تا جایی که ریش مبارک حضرت عثمان تر میشدند. ابو درداء رضی الله تعالی عنه میگفت ان اشد ما اخاف على نفسي يوم القيامه ان يقال لي يا ابا درداء قد علمت فكيف عملت فيما علمت. از چیزی که من میترسم این صحابی رسول الله میگوید که در روز قیامت به ما گفته شود ابو درداء چیزی را که میدانستید چطور عمل کردید؟ آنچه که میدانستید آیا در او عمل کردید یا خیر؟ ابو ذر میگفت کاش که درختی می بودم و مرا قطع می کردند. ابو عبید بن جراح می گفت کاش که گوسفندی می بودم و مرا ذبح می کردند و از من استفاده می کردند. حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه هنگام سکرات مرگ گفت مرا بنشانین. او را شاندن. آن وقت شروع کردن به ذکر می کردن حضرت معاویه رضی الله تعالی عنه. بعد گفت الآن يا معاوية الآن يا معاوية الآن يا معاوية تذكر الله بعد الحرم. الان الله را یاد میکنید و ذکر میکنید بعد که پیر شدید؟ بعد از پیری خدا را یاد میکنید؟ بله عزیزان، همه ما این آخرین لحظات را تجربه خواهیم کرد. روزی در این کفن، والله در این کفن سفید پیچانده میشویم. اما سکرات کسانی که نماز نخوانده اند چگونه خواهد بود؟ کسانی که امروز صبح در نماز جماعت نبودند، کسانی که امروز صبح نماز را نخواندند، سکرات آنها چگونه خواهد بود؟ کسانی که مرتکب فحشا و منکرات میشوند، حالت آنها در لحظات اخیر چگونه خواهد بود؟ کسانی که عاق پدر و مادر هستند، عاق الوالدین هستند، نافرمان پدر و مادر هستند، لحظات اخیر آنها چگونه خواهد بود؟ لا اله الا الله. حال کسانی که آذان را میشنوند و به مسجد نمیآیند، حالت آنها در هنگام سکرات مرگ چگونه خواهد بود؟ بسیاری ها فکر میکنند که به این زودی ها نمیمیرند، فکر میکنند که هنوز فرصتی برای توبه دارند. اما عزیزان، مرگ ناگهانی از علائم قیامت است که امروز ما شاهد آن هستیم. مرگ ناگهانی زیاد شده است. خبر دارین یا ندارین؟ بروین شفاخانه ها بروین، بعد میفهمین. شما در کنار بخاری گرم نشسته این، خبر ندارین. بروین شفاخانه ها که مرگ ناگهانی زیاد شده است. خبر میشویم فلانی در خانه اش ناگهان وفات کرده است. خبر میشویم که فلانی در دفتر کارش از دنیا رفته است. خبر میشویم که فلانی در موترش جانش را از دست داد. خبر میشویم فلانی شب خواب بود، صبح او را بیدار میکردن، بیدار نمیشد، جانش را تسلیم کرده بود. فلانی با دوستانش تفریح رفته بود، ناگهان از دنیا میرود. فلانی در حالت ارتکاب و گناه و حرام قلبش ایستاد میشود، قلبش ایستاد میشود و از دنیا میرود. فلانی موترش تکر کرد. دین روز چهارشنبه بود، در مسیر راه کابل قندهار، شب ساعت 11 بجه دو موتر تکر میکند. 60 نفر جای به جای کشته میشود. 60 نفر روز چهارشنبه، پری روز 60 نفر جای به جای کشته میشود. فلانی تکر کرد موترش. مرگ ناگهانی از علائم قیامت است. فلانی با موترش از فلان جای سقوط کرد. فلانی خانهش یا موترش آتش گرفت. فلانی گاز یا زغال گرفت و در یک شب تمام خانواده اش را از دست داد. شما شنیده این یا نه؟ ما باربار، من و شما باربار شنیده ایم. در یک شب تمام خانواده اش را به خاطر گرفتگی زغال یا گاز تمام خانواده کشته می شوند و اینها شاید آرزوهایی داشتند. در روایتی آمده است، خوب توجه بکنین که موت الفجأة اخذت اسف، موت الفجأة اخذت اسف، مرگ ناگهانی
گرفت غضب است، مرگ ناگهانی گرفت غضب است. و در روایت دیگه باز آمده است که موت الفجأة راحة للمؤمن، مرگ ناگهانی راحتی است برای انسان مؤمن. علما در تطبیق این دو حدیث میگویند مرگ ناگهانی برای کسانی که با اعمال صالح و نیک خود را برای مرگ آماده کرده باشند، مرگ ناگهانی برای او راحتی است. اما کسانی که آمادگی ندارند، اعمال صالح ندارند، و همچنان برای کافر مرگ ناگهانی غضب است. الله سبحانه و تعالی همه من و شما را حفاظت بفرمایند.